خواست قبیله افغان طالب تروریست تمدنگریز مهاجر کوه سلیمان از مردم جهان. ویدیو را با همدیگر میشنویم، بعد از در موردش گپ میزنیم. ما شما افغانان یک مطل داریم که از پول کرده، از هر چیز کرده عزت مهمتر از همه چیز است. بله. ما عزت میخواهیم. درست. ما را به چشم عزت ببینند، ما را در دنیا به انزوا نبرند، ما را تروریست معرفی نکنند، ما را خراب معرفی نکنند، از ما را هر رئیس جمهور. خب هموطنان عزیز، اینا گویا از مردم دنیا عزت میخواین. عزت یک چیزی است که یک نفر خودش به دست میاره، ولی ای نمیشه که از دنیا خواهش بکنی که برای تو عزت بدن. این حال ما میریم در حساب تاریخ یک ذره مرور میکنیم. احمد شاه ابدالی شما که از ملتان پاکستان است که او را به زور آمدین افغانی جور کردین، او بچه بیریش نادر افشار بوده. وقتی که تو بچه بیریش نادر افشار امپراتور خودت میدانی، از کجا عزت داری؟ خود تو یک آدم بی عزت گفته میشی. باز میرسیم به میرویس نیکه تان. میرویس نیکه را بزرگ خودتان میدانین، در حالی که در کتاب تتمت البیان در فصل دومش نوشته شده که میرویس نیکه از دختر خودش بر علیه گرگین خان استفاده کرده، یعنی دختر خودت تومه قرار داده تا گرگین خان بکشه. این میشه چی؟ یک عمل بیناموسی. پس تو وقتی که به میرویس نیکه افتخار میکنی، تو یک بیناموس هستی. این حال ادامه میتیم. در 300 ساله که شما قبیله افغان در این جغرافیا آمدین، در جغرافیای خراسان حکومت کردین، همیشه در لنگ یک کشور دیگه کشال بودین و بنابر مزدوری تانستین حکومت را در دست بگیرین و دوام بدین. این میشه مزدور بودن شما. در این قبال هم شما بی عزت گفته میشین. باز میرسیم در جناب حبیب الله کلکانی. شما در قرآن 6 جلد قرآن مهر کردین و امضا کردین که قرآن مهر شده شما هم موجود است، ولی پایتان از سر قرآن ماندین و جناب کلکانی را آمدین به شهادت رساندین. همو کلکانیه که زمانی که امان الله خانتان 5 تا خوار خودش به اضافه صفورا خالی شده قصر اعلا کرده بود، ولی کلکانی دست طرف از او دراز نکرده بود و او را صحیح و سالم ناموستان براتان برگردان. در حق از او آمدین، حرمت قرآن نگاه نکردین، در 6 جلد قرآن امضا کردین و او را گرفتین به شهادت رساندین. و اینمی رقم در سلسله مراتب و حکومت های دیگه تان تا امروزی روزش تقریبا هفته‌وار 41 میلیون دلار از آمریکا میگیرین و مزدور آمریکا هستین و تبانی از او گروه های تروریستی در این جغرافیا پرورش میتین. اینی است که شما یک مردم بی عزت بیناموس هستین. مثلا آمدین دخترایتان برای عرب ها دادین که نمونه واضحش هم خوار جناب ملا یعقوب است که برای حمزه بن لادن توفه دادین. برای القاعده دخترایتان دم فر داده رایستین. برای علمای پاکستانی به خاطر که اعتماد از اونا را جذب بکنین، دخترایتان نکاح کردین. علمای پاکستانی میاند داخل کابل، قندهار، اینجا یک دختر افغان نشانه کردن میبرن. اینی است که شما با اینقدر کارهای بیناموسی و بی‌عزتی تان مثل بازار شینوار که خوارایتان مفروشین، یک مردم کاملا بی عزت و بی آبرو هستین. و همچنان یک چیز دیگه هم هست که ما بیا بالفرض مثال عزت برای تو بتم، چی گفته برای تو عزت بتم، و اگر ما عزت برای شما بتیم، امی مردم دیگه چی میگن؟ میگن او مردم چرا بر از اینمیا عزت دادین؟ اینمیا نبودن که یک دانه آفریقایی را از انگلیس کش کرده آوردن در داخل قندهار، 6 تا قماندانشان خو کرد در زیر لنگ برادر آفریقایی خیس رفت. شما بر از اینمیا عزت میتین و در رابطه با تروریسم حملات انفجاری را تو کردی. بشکه زرد در پشت هر کدامتان کشال است. یک دانه چادری را تو پوشیدی، مردم تو سر بریدی. اینمیا هم 2 میلیون کودک بردین در مدرسه های دینی. گفته خودتان شستشوی مغزی دارین که اونا را انتحاری تولید بکنین و اینی چیزی که پلچک بود در داخل جغرافیای ما خودتان انفجار دادین، در هر جای خودتان کفاندین، در مسجد، در داخل دانشگاه، در داخل کورس‌های آموزشی، در بین مردم، در مجالس عروسی، سر جنازه، در هر جایی که رسیدین خودتان کفاندین و مردم بیگناه را به شهادت رساندین. پس بناهن شما یک مردم بی عزت هستین، تروریست هستین، وحشی هستین و انسان کش هستین. اگر میگین که نه این کارا را مثلا یگان تایتان کرده و یگان تای دیگه تان مخالف یپا هست، پس وقتی که طالب های کارا را کرده، ی عملات تروریستی را انجام داده، شما چرا تمام
قومتان، زن و مردتان، از نغمه گرفته تا غزلتان و تا فلانتان، از اینمی طالب ها حمایت میکنین. پس وقتی که حمایت میکنین کلت تروریست هستی، کلت بی عزت هستی، کلت بی ناموس هستی. وقتی که از یک گی مین احمد شاه ابدالی گی یا بچه بیریش حمایت میکنین، شما دیگه عزتتان کجا بود؟ یا از میرویس نیکه که دختر خودت تومه قرار داده بود، یا یک کس دیگه را فراموش کردم، خوشحال خطک یا خوشحال خشتک ما برش میگیم که او بنیانگذار زنگ جامن بود. پس بناهن عزت و ایگپا دادنی نیست. او جناب اصولی اینا یک آدم غیرت می داشته باشه. مثلا وقتی که جناب حبیب الله کلکانی دید که داخل قصر 5 تا خوار امان الله خان است و همچنان خالش صفورا دوجه هست، دسر از او دست درازی نکرد و او را ایلا کرد، گفت برین به سلامت صحیح و سالم، اونا را تحویل قوم خیش شما قبیله افغان داد. پس بناهن اونو عزت تانست به دست بیاره، ولی تو یک افغان بی عزت هستی. یک جان سپاس.